100 مرتبه برای جوان مسلمانه که به خاطر دینداری خود بسیار جدی است در نماز که سائل کنی میگه این ملائکه. اما وقتی که در سلمان رفت، در سلمانی بازو سلمان برش میگه بچیم کله یهود جور کنم، کله نصارا جور کنم، کله ابو جهل جور کنم. این میجه دمی سلمانی ها عکس 20 دانه کافر است و او سلمان برش میگه از همین کافرها کلیت مطابق طریقی کدام یکی میکنم. حال بسیار مشهور نمی است که سر این قسمتش کل میکنه و بالی سرش تو پوپکک میمانه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم نها عن القزع. رسول الله صلی الله علیه و سلم از این قسم که نصف سر خودت یا از اولادت نصف شکل کنی و نصف دیگه شبانی، از این نهی کرده. و نهی علما میگن که دلالت به حرمت میکنن در صورتی که کدام قرینه بر چی نباشه، بر کراهیت نباشه. پس اینجا کدام قرینه نیست، این یک عمل حرام است و این نیمی سر کل کردن و نیمی سر گذاشتن این حرام است. و همچنان دیگه دلیلش که حرام است، به خاطر چی حرام است؟ به خاطر از این حرام است که مشابهت با کفار است. کله کفار را سهل میکنه، از کله کفار کله خدا جور میکنه. نامش از محمد اما کله خدا جور کرده کله انگلیس واره. نامش از عبدالله، عبدالرحمن، نامش نام اسلامی است.